سلام رفیقای عزیز، اگه توی دانلود یا بروزرسانی وارزون موبایل به مشکل خوردید میتونید با این روش سریع و آسون دانلود یا بروزرسانی کنید. اول باید فیلتر شکن یا همون VPN بیو دانلود کنید و روی سرور آلمان متصل بشید و بعد از اینکه روی سرور آلمان متصل شدید وارد فروشگاه پلی میشید و توی اونجا وارزون موبایل سرچ میکنید و همینطور که میبینید بعد سرچ توی گوگل پلی نیومده و همونجوری که روی همون سرور آلمان با فیلتر شکن بیو متصلید میرید و داخل خود سایت گوگل میرید و وارزون موبایل رو سرچ میکنید. وقتی وارزون موبایل رو سرچ میکنید روی صفحه میارتش، بعد اون علامت نصب رو میزنید مستقیم میره توی فروشگاه پلی و میبینید که اگه بخواید دانلود کنید یا بروزرسانی کنید خیلی راحت میاره و میتونید این کار انجام بدید.